از شوق و ذوقی آیه ها دیشب نشستم گوشه ای، اشکم چکید بر گونه هم، یا رب ندارم توشه ای. با گریه های نیم شب، با کوله باری از گناه، آمد بسویت بنده ات با ذکر و یاد و اشک و آه. شرمنده ام یا رب بخش، قلب و دلم تیره شده، در باب رحمت ای خدا، چشمان من خیره شده، غرقی گناه بودم. Selamun Aleyküm Rahmetullah. Sinsa gitar. Cidden sinema kerdem. Bişar sinema kerda gibi demem. Hemen gelsin ister. Bişar. Makul işte. Özü yakay çizgi kuşunu şonta. Mesela hay toza giş tozay. Müşkil ne? Cemaat torat kabını bana taray. Nigah ne gelsin ister. Tam dön şu var dola. خب برای پشکک متریالی که پشتا میشه که دادمش دوره، شامپون دوره، چند نمود صابون دوره، های بودن شما دیتا دوره. این بود همیشه نفهمیدم چیه. حتی میخیلی رشته روشن داشته است. من بود ایچه خیلی برای سر قوق کردن دوره آبوزی کردم تانه خلاص خیلی خبرها حسنش میای جای پشوک کشول کنی داره، پشوکت کشول میکنی، شکافی خوب براش دین ادیول داره، خانه بخری اگر خوب سیف داره دیگه. وقتی خیلی دروازه های خیلی جا چیه آینه برای خود نگاه کردن. اینجا اینه مثل کامناترک شد. اینجا خیلی تلویزر. اینجا چیزی همش مهم قرآن داره، خیلی جای نماز. اینجاش بیا اگر او صاف چوینیک، کروشگاه ها، قهوه، شکر، چای، چند نمود کبوت و ساوس. خب اینه اسمش کوچه را خشرو تریزه کلون کرده گیای کوچه را دیدم. اینجا چی داره با سرفت که اینه جاگوهاشن، اینه جاگوهاشون ماشاءالله بهترینه. خیلی طبیعی اگر کانسانر خیلی ایتا آمدگی اینجا چی داشته باشه. اینجا شکلات داشته است، شکلات. این شکلات های خدمه، شکلات های آلپین گولد های روسیه های خدمه. این یک چند شکلات برای یکی اگر چای قطعی بفورد چند شکلات در کرده. باقی در امان الله باشه، سلامت باشه. زندگی هر یک شما رنگ انمی شکلات شیرین با مزه شوه. در امان الله باشه و انشالله ویدیو آینده را تماشا کنید. کانال ما را دشک کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الان کافه بسیار معقول شد با ما را. کافه مردمی سعودی را خدشه، یعنی مردمی همین عربی سعودی را خدشو. یکم بار ما در همین کافه مردمی سعودی درآمده هستیم. پیش از در هندیا بودیم، در کافه افغانا بودیم، ازبکای افغانستان بودیم، در کافه خودمون بودیم، در یمنیا بودیم، در چند نمودا بودیم، لیکن در یکم بار کافه عربا را همین مردمی سعودی را دیده هستیم. نومی چیزشون اسد نام داره، اسد الاولا، یعنی صد گفته کریپس میگن، رنگ دیوال کلون، دیوال غوث که مثال محافظت میکنه. صد نام داره. مطابخ و مطاعم
чизои пухтупаз ва овқотхонаҳо, яъне чанд намуд овқотҳо, чанд намуд овқотхонаҳо, матъамҳо дар ҳамин ҷаҳаи гуфта ки хеле реклама кардаган. Бисёр калон тоза, мо бисёр кӯшиш мекунем ҳамин овқотхонаҳои калона ихтиёр кунем, ҳам тоза боша, ҳам овқоташ хуб боша, мисол ҳама тарафа бошада. Тозагиро Аллоҳ дӯст медорад. Аллоҳумма салли ала Муҳаммад. خب صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش نکنید، برای چشم نکنیم. بسم الله ماشاءالله بگی. ان شاء الله میدرویم. ما خیلی شب در دیر اومدیم برای همون اوقاتای بسیار اوقاتاشون نیستن. یکی اوقاتایی که مثال ما هم جواز زکات کردیم چیه؟ آش عربیه. گوشتش در گوشت خیلی چقری میکنن، در تای زمین میپزنش. لخچه میمونن با فیلم چه خیلی میکنن در تای زمین میپزنش. خب اینجا خیلی چیزایی که قطعا ما آش میشود گرفته، مثل سالات، مثل چکه نه جرغات قطعی زیل مقصد ده، سبزوات قطعی تیزه کن، خیلی شیرینی ها داره. اینجا پختپزا شوان، پختپز چند نمود پختپزا شوان مثال در اینجا. بعد خیلی رفتگی مثال اینجا از این دیگو شوان از میگم که شاوای دیر شد با فیلم اینجا محکم میکنن، چه خیلی از نباید محکم کنن، درست کرده سان خلاص. خب اینجا اومدگی اینا کاسو شوان، کاسو شوان. خب اینا تا بالا میره بسیار تازه. اینجا استیلی عربی است، استیلی مردم عرب خونه‌های دور پیش و چخیل بود. اینا هم یک چی دارن؟ چخیل بگم یک نمودی خونه راستکنی خچوا دارن. امی عربا دور پیش حاضر هم هسته، یکی دور پیش خونه‌هاشو انمی خیلی بود عربا را. یک چخیل بگم عجایب ایده، مثلا بازیبی خچای. اینا یا کمی نوای سوتا کهنه نیسته. مردمی عرب اینمی خیلی بود خونه‌هاشو. نه بسیار عجایب روز کرده گندن. مثلا امی صورت ها را موندگن تا که نشون بدن که ما اوقاتای تقلیدی خود ما هم گفته. نه امی بر بول نستو خونه های دوری پیش نشون میده چه خیل بدن ثقافت عربی. این ای ساعت های در ای خنجر میمونن، اینجاش در کورچه داره مثال در بری میونشون میمونن. این یکی همه علامت هایی که مردمی عرب میموندن. خب این خیلمی ها اینجا جای شیشتنی های، خیلمی های جای شیشتنی های یا در زمین میشینن، رنگ ما رنگ مردمی تاجیکستان و ازبکستان. خب این تکسریک داره مثال جای شیشتن شو پول نسو در زمین های. اینجا جای آدم ها مردکو میان مثال میشینن، مردکو در اینجا میان میشینن. انا اوجاش آیلوی ها هن، مردمی که با آیلش باشه اگر در این خیلی خونه میان میشینن. بسیار عجایبات درست کردگی هنده. مثال آیلوی باشه اگر جای رسته میشینن، اگر آدم ها قطعی جراش باشن این خیلی جا آدم میان میشینن. اینا تازه که خشرو عجایبه ماشاءالله برای موسر پرتایی داره. دیگه ای بالا نگاه کنه تقریبا همه جا نمایانه. بسیار یک منظره خوبه، بسیار یک منظره عجایبات منظره. از انشالله تعالی ما هم کوشش میکنیم در خیلی یکی همی جاهاش بشینیم و یکی اوقاتهای تقلیدی مردمی همینجا را ما چیکار کنیم بچشیم ببینیم که چه خیلی اوقاتشون. خب خیلی باقی دیگه با ما باشه انشالله تعالی میبینیم چی گپه. اینا چیزی ما اومده آش برنج قطعی گوشت مدفون میگن در تای زمین در چقری میموننش. پختنش راستی در دیدم پیش ندیدم، در امی یوتیوب تماشا کردگیم. بسیار تعریفش میکنم. ببینیم برنجش اکم برنج سفیده دیگه. اینجا هم برنجاش همون سفید شه بگیری خوبتره برای که اوش شاید تیز باشه. نگه یا به نون میخورن، اصلا در همین کافهشون نون ندارن. اینجا قطعی چی میتید؟ جرغات
اینه کچوبورا میتن پیازت میتن لیمونت میتن جلغوتت میتن او تیش میتن گوشت میتن او شیدگه ده او شیدگه گوشتینا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والآخر باور کنید برادرها به تعریف بسیار عجایبات هیده مزه منی باور که الله برکت تکد میامی دستش از درد نبینه به حد با مزه اینه که هر چیزا که فراموش کنم اینجا اینه لیمونه کده بلوش ایقاق لایم بجفی ای بعد می روغنش هم میزنه ده بسیار با مزه ماشاءالله بسم الله نه اللهم صل على النبی اللهم صل على النبی های باقی در امان الله باشه سلامت باشه سربلند باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.